سلام و درود بچه، چطورید؟ خوش اومدید ویدیو بچه. توی این ویدیو ماجیک کیوب وارد بازی شد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون شم که چنل رو ساب کنید، زنگوله رو بفشارید و یک کامنت بذارید برای انرژی. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه ببینید، وقتی که مثلا آفری داخل بازی میاد چند تا چالنج، یعنی همون چالشش. چالنج اولش که حدود 1 2 3 4 6 تا چالنج داره. امیدوارم درست آره 6 تا چالش های مختلفی داره که کلا 43 ثانیه داره. خیلی سریع باید این ویدیو رو آپلود کنم، یه ذره دیر کردم، شرمنده واقعا. ببینید اولش اینه که یک دست بی آر رنکت بازی کن که به 5 تا ماجیک بوده، ماجیک خورده. بعدش اینه که 7 دست بیا بازی کن که به 15 تا ماجیک خورده میده. بعدیش هم سومی میگه که 15 دست بیا بازی کن که یه ذره سخته. اون یکیش هم میگه که کلش اسکواد 1 دست بازی کن. بعدیش هم نوشته 10 دست کلش اسکواد بازی کن. بعدیش هم نوشته 20 دست کلش اسکواد بازی کن. چه اینا رو اگر بخوایم جمع کنیم باید سریع ببینید، باید بیاین داخل همین ستای لباسای خودمون، بیایید پایین، اینجا یه ماجیک کیوب خورده هستش، ببینید بزنید روش. وقتی که زدید ماجیک کیوب کامل میکنید و بین اینا یه ست میگیرید. دمتون گرم، مرسی که میدونید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار شما.